خب میرسیم به جلسه سوم دوره آموزشی برنامه‌نویسی آر و تو این جلسه من قصد دارم که مبحث ایندکسینگ رو برای شما توضیح بدم، ولی قبل از اون تصمیم گرفتم که درباره تبدیل انواع داده و ساختارهای داده به همدیگه صحبت کنم که یک مبحث خیلی مهمی هست، چون گاهن ما میخوایم از یک فانکشنی توی آر استفاده کنیم که یک دیتا تایپ خاصی رو فقط دریافت میکنه و دیتای ما ممکنه که از اون نوع دیتا تایپ نباشه و مجبور باشیم که اون رو تبدیلش کنیم. برای اینکه وقت اون گرفته نشه، من دو تا متغیر، یک وکتور و یک لیست اینجا درست کردم که تو ادامه با اینا کار کنم. وقتی بخوایم که یک دیتایی رو یا یک متغیری رو از یک نوع به نوع دیگه تبدیل کنیم، یک سری توابط تو آر وجود دارن که با از شروع میشن و بعد اسم دیتا تایپ یا دیتا استراکچر میاد. برای مثال اولین و ساده ترینشون از نومریکه. این تابع چیکار میکنه؟ هر چیزی که من به این تابع ورودی بدم اون رو به صورت نومریک تبدیل میکنه. البته اگر بتونه. اگر بهش عدد بدم میتونه اون رو به نومریک تبدیل کنه، ولی خب اگر بهش کاراکتری مثل A بدم خب نمیتونه اون رو قاعدتا به نومریک تبدیل کنه و ارور میده. توابعی که این دیتا تایپ ها رو به هم تبدیل میکنن خیلی زیاده. حالا من چند تاشون رو اینجا می نویسم. اولی از نومریک بود، از کرکتر داریم، از اینتیجر داریم، از لاجیکال داریم، از میتریکس داریم، از دیتا فریم داریم، از لیست داریم و خیلی دیگه داریم. شما حالا خودتون میتونید بیشتر اینا رو سرچ کنین و ببینید. بریم با چند تا از اینا کار کنیم ببینیم چجوریه. من اینجا دو تا متغیر ساختم. متغیر اولی که ساختم وکتور بود که از نوع نومریکه و 1 تا 15 تا آبجکت خودش داره. من اگر بخوام این وکتور رو به کرکتر تبدیل کنم میتونم از کرکتر استفاده کنم و وک 1 رو به اون بدم. بذارین یه بارم وک 1 رو خودش رو ران کنم. وقتی وک 1 رو ران میکنم میبینیم که از نوع عددیه و 15 تا آبجکتش رو برای من پرینت میکنه. ولی وقتی که از کرکترش رو من ران کردم میبینید که همه این اعداد رو توی کوتیشن گذاشته و به کرکتر تبدیل کرده. من میتونم این وکتور رو توی یک متغیر دیگه هم سیوش کنم، مثلا وک 2. اگر اینجا دقت کنید نوع وک 2 از نوع کاراکتری شده. یک تابع دیگه هم که مهمه از فکتره که میتونه به فکتر تبدیل کنه. مثلا دوباره همون وک 1 رو اگر من بخوام به فکتر تبدیلش کنم به این صورت که از فک 1 خروجی میگیرم. این خود وکتور بود که ران شد، وک 1، و اینم وکتوری که فکتورش کردن و لیبل هاش هم اگر دقت کنین اینجا نوشته. پس به این صورت میشه از این توابع استفاده کرد. مهمترینشون همین هان که یکم ابتدایی به نظر میان ولی خب خیلی ممکنه مهم باشن، و دیتا فریم ها و ماتریس ها هم میتونن به هم تبدیل بشن به شرط اینکه دیتا فریمی که میخوایم به ماتریس تبدیل کنین تماما از عدد تشکیل شده باشه، مگر نه تبدیل نمیشه و ارور میده. خیلی خب، این از مبحث تبدیل دیتا تایپ و دیتا استراکچر. بریم سراغ مبحث ایندکسینگ. خب ایندکسینگ چیه؟ فرض کنیم که ما یک دیتا استراکچر داریم مثل وکتور یا لیستی که من اینجا تعریف کردم که چندین آبجکت درونش داره. اگر ما بخوایم به یک آبجکت به خصوص توی این وکتور دسترسی داشته باشیم، مثلا آبجکت شماره 5، باید از مفهوم ایندکسینگ استفاده کنیم. ایندکس شماره‌ایه که به ترتیب به مؤلفه های یک دیتا استراکچر مثل وکتور داده میشه و اینجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. الان من ران میکنم شما متوجه میشید. مثلا توی وکتور 1 که این مؤلفه ها رو داره، من اگر مؤلفه آخرش رو بخوام و چون میدونم که کلا 15 تا داره، میتونم از این سینتکس استفاده کنم و این کد رو ران کنم. خروجی این کد 17، یعنی مؤلفه 15 هم رو برای من برمیگردونه. پس اینجوری میتونیم ایندکسینگ رو استفاده کنیم. یک نکته‌ای که من اینجا لازم دیدم بگم اینه که توی آر وقتی بخوایم یک سری از اعداد رو داشته باشیم میتونیم از این حالت استفاده کنیم، یک دو نقطه بین دو تا عدد بذاریم. این 1 2 نقطه 12 یعنی تمام اعداد بین 1 تا 12 رو به من بده که دقیقا این کار کرد. این برای اعداد منفی هم حساب میشه. مثلا اگر من بذارین اینو منفی 10 بدم تا 10،
از -10 تا 10 رو به صورت یک سری برای من برمیگردونه. از این خاصیت توی ایندکسینگ هم میتونیم استفاده کنیم. مثلا همون وک 1 رو در نظر داشته باشین، فرض کنید که من 5 تا آبجکت اولش رو میخوام. به این صورت میتونم اون رو ران کنم و 5 تا آبجکت اول رو بگیرم که این 5 تا هست، 4 5 تا. و اینم از این. بعضا ما میخوایم که توی یک دیتا استراکچری همه اعضای اون رو داشته باشیم، یک دونه یا یک تعدادیش رو نداشته باشیم. مثلا چی؟ مثلا من تو وک 1 میخوام که 10 تای اول رو داشته باشم و 5 تای آخر رو نداشته باشم. خب این رو میتونم به دو صورت بنویسم. یک به این صورت 1 تا 10 رو به من بده، یکی به این صورت که من بنویسم -11 تا -15. این -11 تا -15 یعنی چی؟ وقتی که منفی میذاریم برای ایندکس یعنی اون رو به من نده. بزن یک ساده ترش رو من اینجا ران کنم. وک 1 -1. خود وک 1 رو ران کنم. آبجکت اولش اگر دقت کنید 5. وقتی من این رو ران کنم به جز آبجکت اول همه رو برای من برمیگردونه، یعنی 14 تا عضو داره این چیزی که من اینجا ران کردم. و اینی که من اینجا ران کردم قاعدتاً باید 10 تا عضو داشته باشه، چون من 5 تاشو گفتم که به من نده. پس به این صورت هم میتونیم از اصول ایندکسینگ استفاده کنیم. خب این از وکتورها. حالا بریم سراغ لیست ها. من یک لیستی اون بالا ساختم تحت عنوان لیست 1 اگر اشتباه نکنم. بله. اگر بخوام به یک آبجکت این لیست اساسی داشته باشم دقیقاً از همون قواعد میتونم استفاده کنم. مثلا آبجکت پنجمی رو توی لیست من بده، به من میگه که از نوع A. بزنین خود لیست رو یه بار ران کنم. آبجکت پنجم به من میگه که A. خب ولی اگر دقت کنین این رو به صورت لیست باز برای من برگردونده، یعنی خروجی ایندکس یک لیسته. بذارین من یک کلاس بگیرم، از این الان متوجه میشین. من وقتی از لیست یک کلاس گرفتم به من گفت که از نوع لیسته، و وقتی هم که از لیست یک آبجکت مثلا شماره اول که A هست و از نوع کرکتریه کلاس میگیرم باز هم به من میگه از نوع لیسته. برای اینکه از حالت لیستی در بیاد دو تا کار ما میتونیم انجام بدیم. یکی این که اگر خواستیم ایندکس بدیم از یک دابل برکت استفاده کنیم و بعد عدد رو اونجا بدیم. وقتی من این رو ران میکنم الان A رو کامل از لیست برای من خارج کرده، و اگر کلاس بگیرم از اینی که اینجا ران کردم به من میگه که از نوع کرکتر، یعنی از حالت لیست در بود. این راه اول که از حالت لیست در بیاریم. راه دوم اینه که از تابع آن لیست استفاده کنیم. ما هر لیستی رو که بذاریم توی تابع آن لیست اون رو از حالت لیست در میاره و به صورت یک وکتور اون رو برمیگردونه. مثلا لیست یک رو به صورت کامل یک بار من جدا رانش کنم به صورت لیستی اینجوری نشونش میده، و وقتی که آن لیستش میکنم به صورت وکتور که یک وکتور از نوع کرکتره برای من برمیگردونه. پس اگر خواستم ایندکس بدم به لیست میتونم به این صورت اون رو از حالت لیست خارج کنم. خب این از لیست ها. ایندکسینگ بعدی رو من برای دیتا فریم ها توضیح میدم. اصولی که برای دیتا فریم ها میگم عموما برای ماتریس ها هم صادقه. این مبحث خیلی مهمه چون که همونطور که قبلا گفتم اکثر دیتا های ما از نوع دیتا فریم من توی آر و باید با اونها کار کنیم. پس خیلی مهمه که این مباحث رو یاد بگیریم. من اول یک دیتا فریمی میسازم، همون کد دیتا فریمی که گفتم. یک ستون میسازم تحت عنوان name و آن لیست میکنم لیست یک رو. لیست یک رو که اون بالاتر دیدیم 15 تا آبجکت داره و کرکتره. وقتی من آن لیستش میکنم به صورت یک وکتور میشه و وارد اینجا میشه. وقتی میخوایم یک دیتا فریم درست کنیم باید حواسمون باشه که ورودی های یک دیتا فریم از نوع وکتور باید باشن. برای همین من این رو آن لیست کردم که به صورت وکتور وارد بشه و به من ارور نده. پس ستون اولم نیمه و ستون دومم اسمشو میذارم value حالا و همون وک یک رو بهش میدم. اگر df رو ران کنم df به این صورت یک دیتا فریم اینجوری، و اگر بخوام ازش یک ویو هم بگیرم تا به ویو هم جلسه قبلی معرفی کردم به این صورت دیتا فریم من رو نشون میده.
خب تو این دیتا فریم اگر من بخوام مثلا به ردیف 6 و ستون اول این سی دسترسی داشته باشم، چجوری دسترسی داشته باشم؟ بریم ایندکسینگش رو من توضیح بدم. ما از همون اصول براکت باید اینجا تبعیت کنیم، فقط یک فرقی داره. چون که دیتا فریم و ماتریس دو بعدیه، ما باید دو بعد بهش بدیم، یعنی دو بعد از ما ورودی میخواد. اینجا ما ردیفی که میخوایم رو مینویسیم و اینجا ستونی که میخوایم رو مینویسیم. پس ردیف کاما ستون. مثلا من فکر کنین این بی رو میخوام، میدونم ردیف 10 و ستون 1. به این صورت اگر ران کنم برای من بی رو پرینت میگیره. اگر مثلا 13 رو بخوام همین رو 13 کنم، تو همون ستون 1 برای من A رو برمیگردونه. حالا اگر 13 رو برم توی ستون دومش، برای من باید عدد 4 رو برگردونه. پس ایندکسینگ توی دیتا فریم ها و ماتریس ها به این صورت. توی دیتا فریم ها چون که ستون ها اسم دارن، از اسم ستون ها هم من میتونم استفاده کنم. یعنی اگر من این رو به این صورت بدم، یعنی ردیف 13 ستون ولیو، باز هم برای من از ردیف 13 ستون ولیو که 4 رو برای من برمیگردونه. ولی خب چون ردیف ها دیگه اسم ندارن، نمیتونم از این استفاده کنم. یک روش دیگه هم که برای دسترسی به دیتا فریم ها وجود داره، استفاده از علامت دلار که فقط توی دیتا فریم ها این ایندکسینگ صادقه و جای دیگه کاربرد نداره. DF دلار نشون دهنده ستونه. میگه چه ستونی رو شما از ما میخوایم. وقتی دلار رو پشت DF میزنم، میگه که کدوم ستون رو میخوای. ستون نیم رو میخوای یا ستون ولیو؟ من اگر نیم رو بزنم و پرینت بگیرم، ستون نیم رو به عنوان یک وکتور برای من خروجی میگیره. دقیقاً ولیو هم به همین صورت من میتونم خروجی بگیرم. و این هم از ایندکسینگ دیتا فریم ها. و همین اصول برای ماتریس ها هم کار میکنه، فقط چون که توی ماتریس ها ستون ها و ردیف ها ممکنه اسم نداشته باشن، نمیتونیم از اسم هاشون استفاده کنیم و دلار هم که گفتم فقط مخصوص دیتا فریم هاست. خب تو ادامه بریم یک سری اطلاعات درباره انواع دیتا استراکچر ها در بیاریم. یک سری توابع تو آر هستن که ما کمک میکنن که بفهمیم چند تا آبجکت توی یک دیتا استراکچر مثل وکتور داریم. اگرچه ممکنه که بگیم که چه کاریه ما الان بخوایم بدونیم که چند تا مؤلفه داریم توی یک وکتور یا یک دیتا فریم یا هر چیز دیگه، از اینجا میتونیم نگاه کنیم و راحت درش بیاریم. گاهی وقتا اونقدر متغیرهای ما اینجا زیاد میشه که اینکه دنبال اون متغیر توی این لیست بگردیم خودش اصلا مکافاتیه. برای همین یک سری توابع هست که ما از اونها مستقیم استفاده میکنیم. برای دیتا استراکچر های خطی ما از تابع لنث استفاده میکنیم. دیتا استراکچر خطی منظورم چیه؟ منظورم وکتوره، منظورم لیسته. لنث رو که بدی، مثلا وک 1 که من اینجا تعریفش کردم، به من میگه که 15 تا مؤلفه توش داره. لیست 1 رو اگر بدم، باز هم به من میگه 15 تا توش داره. ولی خب اگر دیتا فریم رو بدم، به من 2 برمیگردونه. 2 منظورش تعداد ستون هاست و تعداد روها یا سطرها رو نشون نمیده. برای دیتا استراکچر های دو بعدی ما از یک تابع دیگه تحت عنوان دیم که مخفف دیمنشن یا ابعاد استفاده میکنیم و دیتا فریم رو بهش وارد میکنیم. وقتی من DF رو به دیتا فریم میدم، اول تعداد ستون سطرها و بعد تعداد ستون ها رو برای من برمیگردونه. پس این دوتا تابع هم یاد گرفتیم. در ادامه بریم من یک سری توابع دیگه برای شما معرفی کنم که چجوری میتونیم این وکتورها، این دیتا فریم هایی که ساختیم رو دستکاری کنیم، ستون جدید برای مثال توی یک دیتا فریم ایجاد کنیم، یک ستون حذف کنیم، یک مؤلفه به یک وکتور اضافه کنیم، یک مؤلفه ازش حذف کنیم و چیزایی از این قبیل. خب اول با وکتورها شروع کنیم. برای اینکه به یک وکتوری مثل وک 1 یک مؤلفه من اضافه کنم، باید از یک تابعی استفاده کنم تحت عنوان اپند. اپند از من 3 تا ورودی میگیره. یکی x که همون وکتوریه که میخوایم بهش یک ولیو اضافه کنیم. مثلا همون وک 1 رو من میدم بهش. یکی ولیوه که چه ولیوی شما میخوایم بهش اضافه کنیم. من عدد 1000 رو مثلا بهش میدم که میخوام اضافه کنم. و یکی افتره. شما اینجا یک ایندکسی بهش میدین و عدد 1000 بعد از اون وارد دیتا فریم میشه. یعنی اگر من
این رو 0 بدم اینجا قرار میگیره، اول قرار میگیره. ولی اگر 1 بدم بعد از 5 قرار میگیره. رانش کنم، بعد از اولین یا 1 قرار میگیره، همونجور که اینجا هم نوشته بود. آرگومانش اسمش افتره و مشخصا بعد از اون ایندکسی که من بهش میدم میذاره. اگر بخوام آخرش اضافه کنم 15 رو بزنم آخرش اضافه میکنه. یک نکته ای که هست، این الان سیو نمیشه جایی، یعنی وکتور 1 اگه من دوباره ران کنم 1000 رو نداره، جای سیو نشده. اگر بخوام تو یک متغیر دیگه اینو سیو کنم که مثلا یک وک من میسازم و این رو اینجا ذخیره میکنم. ولی اگر خواستم همون وکتور رو آپدیت کنم، یعنی خواستم وکتور 1 جای 15 تا الان 16 تا داشته باشه، میتونم از این فرمول استفاده کنم که وک 1 رو 1000 رو بهش اپند کنم و دوباره توی وک 1 قرار بدم. وقتی رانش میکنم وک 1 الان ذخیره شده و 1000 تو موقعیت 15 قرار گرفته. این خیلی کاربرد داره. حالا بعداً جلوتر وقتی کار کردیم متوجه میشیم که کاربردش کجا میتونه باشه. خب حالا اگر بخوایم یک مؤلفه از یک وکتور حذف کنیم، میتونیم از این حالتی که من قبلتر برای ایندکسی معرفی کردم استفاده کنیم. مثلا فرض کنیم من این 1000 که اضافه کردم رو الان میخوام حذفش کنم. من میام میگم به من همون وک 1 رو بجز مؤلفه 16 همش که تازه اضافه کردم بده و دوباره تو همون وک 1 قرارش بده. وقتی اینو ران میکنم و دوباره از وک 1 خروجی میخوام، میبینم که دیگه 1000 رو نداره. پس اینجوری میتونیم مؤلفه حذف کنیم و با اپند هم میتونیم مؤلفه اضافه کنیم. این دوتایی که من اینجا نوشتم، یعنی به این صورت حذف کردن و به این صورت اضافه کردن، برای لیست ها هم کاربرد دارن. یعنی از تابع اپند میتونم استفاده کنم که یک مؤلفه به یک لیستی اضافه کنم. و حالا دیگه من اینجا توضیح نمیدم چون دیگه تکراری میشه و زمان میبره. خب بریم با دیتا فریم ها کار کنیم که خیلی مهمه. توی دیتا فریم ها وقتی میخوایم یک ستون اضافه کنیم، میتونیم از همون روش ایندکسینگ خاص مخصوص به خودش بدیم. مثلا من DF رو دارم و وقتی دلار رو میزنم به من میگه که 2 تا ستون داره، کدوماشو میخواد. من میگم نه، من یک ستون جدیدی میخوام تحت عنوان آیدی و میگم توی این آیدی چی بذار؟ میگم از اعداد 1 تا 15 بذار. حالا چرا 1 تا 15؟ چون قبلا گفتم این دیتا فریم من 15 تا ردیف داره، یعنی اگر من خواستم ستونی بهش اضافه کنم اون هم حتما باید 15 تا ردیف داشته باشه. اگر این مثلا 10 تا اصلا 14 تا هم باشه، این به من خطا میده و میگه که دیتای تو 15 تا ردیف داره، تو چرا میخوای 14 تا بذاری توش؟ من اگر همون 15 رو بزنم این برای من ران میشه و اگر دوباره از دیتا فریمم یک ویو بگیرم، میبینم که دیتا فریمم آپدیت شده و یک ستون آیدی به اون اضافه شده. حالا اگر بخوام یک ردیف اضافه کنم چیکار میکنم؟ ردیف اضافه کردن به دیتا فریم ها از طریق فانکشن rbind انجام میشه. r یعنی رو و bind هم یعنی اتصال. با این تابع من میتونم که چند ردیف یا یک ردیف رو به دیتا فریم هم اضافه کنم. مثلا df رو میزنم و بعد یک ردیف میخوام بهش اضافه کنم که یه نگاهی اول به df هم بندازم. اولیش میبینم که حروفه، بعدش هم عدد دیگه. میگم که مثلا کاراکتر M و عدد 24 و آیدی 16 رو اگر بخوام به R بایندش کنم به این صورت خواهد شد. ولی خب این اگر دقت کنین صرفا کد رو ران میکنه و DF من آپدیت نشده، یعنی 16 رو دریافت نکرده. من باید چیکار کنم؟ همین تغییراتی که اینجا میخوام اضافه کنم رو دوباره توی خود DF بریزم و اون رو آپدیتش کنم. الان ردیف 16 برای من ایجاد شد و 2 تا ولیو هم که توی ستون ولیو و آیدیش من بهش دادم و به این شکل. یک فانکشن دیگه هم که هست و میتونیم با اون ستون اضافه کنیم cbind. cbind دقیقاً مشابه rbind کار میکنه. اینجوریه که دیتا فریم رو بهش میدیم و یک وکتور که هم اندازه با تعداد ردیف های دیتا فریمه باید بهش بدم. الان اگر نگاه کنین من اینجا دیتا فریمم 16 تا ردیف داره. اگر بخوام یک وکتوری بهش بدم باید 16 تا داشته باشه. من از 21 تا 36 اگر بهش بدم این رو وارد میکنه، ولی خب باز هم آپدیت نکرد. نگاه کنید اسم ستونش هم گذاشت 21 تا 36 و باز آپدیت نکرد. باید چیکارش کنم؟ دوباره به همون صورت df رو آپدیت کنم و اینجوری میشه
و یه همچین ستونی با یه همچین اسمی برای من درست کرد. گاهن یک دیتا فریم درست میکنیم و ستونش اینجوری میشه، ولی خب این اسم رو دوست نداریم، میخوایم اسم رو عوض کنیم. چجوری میتونیم اسم ردیف ها و اسم ستون ها رو توی دیتا فریم عوض کنیم؟ اینجا اگر دقت کنید ردیف ها اون اسمی ندارن، صرفا یک ایندکسیه و یک عددیه، ولی میتونیم اینها هم عوض کنیم با تابعی به نام رو نیمز رو که من میزنم، وقتی که بهش دیتا فریم هم رو میدم، تمام اسامی ردیف های من رو که 1 تا 16 بود بهم برمیگردونه. کال نیمز هم اسامی ستون هامو بهم برمیگردونه و دیگه به این شکله. من اگر بخوام کال نیمز یا رو نیمز رو عوض کنم، کافیه داخل همین یک وکتوری از اسم ها رو بدم. مثلا کال نیمز هم که 4 تاه، من اگر بهش این اسم ها رو بدم، کال نیمز هم آپدیت میشه و میشه 1 2 3 4 به همین راحتی. بعضی وقتا فقط میخوایم که یک دونه اینها رو عوض کنیم. بذارید من همین رو کپی کنم، کاماهاش هم بذارم. بعضی وقتا ما میخوایم که فقط یک دونه از این اسامی ستون ها رو عوض کنیم، بعد اون وقت میتونیم یک همچین وکتوری بسازیم که همون اسم ها رو داره، ولی خب آخری رو اسمش رو بذاریم هر چی که دوست داریم. مثلا اسمش رو میذارم نیو کالم. وقتی ران میکنم آپدیت میشه. یه جور راحت تری که دیگه نخوایم این دردسرا رو بکشیم اینه که من وقتی کال نیمز رو ران میکنم به من میگه که 4 تا اسم داره، من میخوام مثلا ستون سوم رو اسمش رو عوض کنم، میام میگم که توی این چیزی که به من داری ایندکس سومت که آیدیه، بعد بهش یک ورودی میدم، میگم آیدی مثلا نیو. اگر دقت کنین الان آیدی تغییر کرد و شد آیدی نیو. رو نیمز هم دقیقاً به همین ترتیب میتونه تغییر کنه. بذارید من مثلا حروف رو بهش بدم. حروف توی آر توی 2 تا وکتور ذخیره شده، یکی لترز کوچیک، یکی لترز بزرگ، که مشخصا این حروف انگلیسی کپیتاله یا بزرگه، این هم حروف انگلیسی کوچیکه. مثلا من حروف بزرگ انگلیسی رو میخوام استفاده کنم و میدونم که 16 تا هم ردیف دارم. حروف انگلیسی 26 تا، من میگم از 1 تا 16 رو خوام بریزم توی رو نیمزم. دقیقاً 1 تا 16 حروف انگلیسیه و وقتی این رو تایید میکنم رو نیمزم رو اگر دقت کنید به حروف انگلیسی تغییر پیدا کرد. پس به همین راحتی تونستیم اسامی ستون، اسامی سطرها رو عوض کنیم، ستون اضافه کنیم و ردیف اضافه کنیم. حالا اگر خواستیم یک ستون یا ردیف رو حذف کنیم، چجوری اون رو حذف کنیم؟ خیلی راحت این کار رو میشه انجام داد، دقیقاً با همون اصول ایندکسینگ. مثلا من این ستون نیو کالم رو میخوام حذفش کنم، میگم df از dfی که 1 تا 3 ستون های 1 2 3 رو برای من نگه دار، ولی این آخری رو برای من نگه ندار. اینجا توی ردیف من هیچی ننوشتم. وقتی که توی ردیف هیچی ننویسی همه ردیف ها رو حساب میکنه. این کد یعنی چی؟ یعنی همه ردیف ها رو، ولی ستون 1 تا 3 رو به من برگردون. من اگر این رو راه کنم یا دقت کنید 3 تا ستونه و ستون آخری حذف شده. این رو اگر من آپدیتش کنم به این صورت ستون آخری حذف میشه و ردیف ها هم به همین صورت به صورت ایندکسینگ میتونیم حذف یا اضافه کنیم. من اگر ردیف پی رو بخوام حذفش کنم اینجوری میکنم که میگم برو مثلا ردیف پی حذفش کن و ستونم همه رو نگه دار. خب اینجوری که فقط ردیف پی رو به من میده، پس اینجوری نمیتونیم ایندکس بدیم. من مثلا اگر ردیف پی رو نخوام، میدونم که ردیف آخرمه و دیتا فریم هم 16 تا ابزرویشن داره. از کجا فهمیدم؟ دیم زدم، دی اف رو زدم و فهمیدم 16 تا ردیف داره و من ردیف آخر رو نمیخوام، صرفا میام میزنم منفی 16 و همه ردیف ها. اگر این رو من ران کنم پی از انتها حذف شد و وقتی که آپدیتش میکنم میبینم که ستون آخر حذف شده. اینجا هم یک اطلاعاتی به ما میده که 15 تا رو داریم و 3 تا توتال کالمز داریم که این بالا نشون. پس به همین راحتی تونستیم هم ستون رو حذف کنیم هم ردیف رو حذف کنیم. این هم از این. یک نکته پایانی من بگم،
گاهی وقتا ما میخوایم که یک متغیری درست کردیم و توی فضای environment برای ما ذخیره شده، ما میخوایم این رو حذف کنیم. یک دستوری توی R وجود داره تحت عنوان RM که مخفف remove هست. اینجا هر چی من بهش بدم درجا برای من حذف کنه. مثلا من فک یک رو که اون ابتدا ساختم اگر ران کنم از اینجا برای من حذف میشه. حتی لیست یک و دیتا فریم هم بزنم حذف میشه. و خب فکر میکنم که دیگه برای جلسه امروز کافی باشه. اگر سوال چیزی داشتید حتما از طریق راههای ارتباطی اون رو مطرحش کنید. ممنونم.